هلو برابر چطورید؟ خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. هم پارسا هستم. خیلی خوش اومدید به چنل پارسا. بچه چند مورد میخوام بهتون توضیح بدم که بفهمید این ویدیو واسه قضیهش چیه. این ویدیو بعد از بودن 1 سال یا 2 سال فعالیت نکردن من تو این کاناله و میخوام تو این ویدیو بهتون بگم تو این 1 سال 2 سال کجا بودم، چیکارایی کردم و اینکه چرا دوباره میخوام فعالیت رو شروع کنم و غیره و تو ادامه این ویدیو بهتون. خب مورد اول، من 1 سال 2 سال که نبودم کجا بودم؟ خونه‌ام بودم، هیچ کار خاصی نکردم و همینطور به ادامه جاهلیتم به جاهلیتم ادامه دادم. مورد دو، چرا کانال بستم و فعالیت پیش نکردم؟ به خاطر اینکه بچه‌ها من دیوایس قبلی که داشتم یه گلکسابی ای بود و چون من به قول پاپات کالاف بازی میکردم و جدا از اینکه دارم کالاف بازی میکنم باید حتما ریکوردش میکردم، خیلی روی تبلت فشار میاد. آقا یک چند تا ویدیویی هم که براتون گذاشتم هیچ مشکلی نداشت، خیلی راحت ویدیو رکورد میشد، آخرشم ادیتش میکردم و تمام. اما بعد از یه مدت که گذشت دیگه نشد با اون تبلت با هم بازی کرد و هم جدا از اینکه بازی کرد ریکوردش کرد. واسه همین دیگه این چیو بستم و دیگه فعالیت نکردم تو کانال، چون موضوع کانالم کالاف بود، برای امتصام موضوعشم تغییر دادم. الان تغییرش میدم چون من قوی تر از قبلنم و همین که هست. خلاص قرار اینم فهمیدید که قرار تغییرش بدم این موضوع کانال. خلاصه موضوع کانال چون کالاف بود نمیتونستم دی ویدیو بذارم و زمانیم که نتونم یعنی فعالیتی نمیکنم. استاد خیابانی 2 خودم. حالا بگذاریم یادم رفت تو اینجا چون نوشتم یادم دیوایس جدیدم که قراره باش ویدیوها رو بگیرم، ریکوردشون کنم و بعدش بفرستم رو کامپیوتر ادیتش کنم. آیفون 7 یا آیفون 7 خودمون اینه و قراره با همین هم بازی کنم هم ریکورد کنم و بعدش بفرستم روی کامپیوتر رو کارای ادیتش انجام بدم. اونایی که آیفون دارن یا کسی رو میشناسن که آیفون داره میدونن آیفون توی قضیه ریکورد و بازی و اینا خیلی گوشی خوبیه و جدا از اینکه میشه راحت روش بازی کرد، خیلی راحت هم میشه همون بازی رو ریکورد کرد، چون خودش یه بقولی آپشن ریکورد داره و نیازی نیست یه برنامه بریزید و بخوایم باش ریکورد کنیم. واسه همین خیلی میتونه کیفیت ریکورد رو ببره بالا و به ضبط و ادیت کمک کنه. ادیتش شرف داره، ادیتش بخاطر اینکه هی گیر نداره، هی نباد هزار تا درد سر. من چرتی گفتم بگذاریم. و اینکه آره ادامه این کانال قراره چه نوع ویدیوهایی بذارم. بچه من چون آیفون خریدم، خب میخوام، چون میدونید که آیفون فقط میشه از اپ استور برنامه دانلود کرد روش اینستال کرد و نمیشه از چه میدونم روی کروم یا جای دیگه بازی یا برنامه ریخت و اجرا کرد و چی کرد نمیدونم چی کرد، ولی حالا برای همین میخوام بیام بازیایی که توی اپ استور به چشم میخوره یا بازی باحالین خفنن و اینا دانلود کنم و ویدیوهاشو براتون بذارم که شما حالا ببینید این بازی‌ها رو و ببینید آیفون چه بازی داره. ربطی نداره ولی همینی که هست. خلاص ادامه. در ادامه بهتون بگم که 2 تا بازی اصلی دارم، یکیش پابجی موبایل، یکیش هم کال آف دیوتی موبایل. بازم قرار نیست من کال آف دیوتی رو توی کانال حذف کنم. در هفته اگه بتونم 3 تا یا 4 تا ویدیو بذارم. اگه بتونم 3 تا 4 تا ویدیو بذارم 100% 2 تاش کال آف و پابجی. اگه نتونم 4 تا ویدیو بذارم و 3 تا ویدیو بذارم، یکی ویدیو قراره یکی از این 2 تا بازی رو انجام بدم. ویدیو حالا هر جور عشقم کشید میذارم و البته هر جوری هم که شما دوست داشته باشید نمیشه. من در صورت متعلق به شما، هرچی شما بگید، هرچی کاربر بگه، به من چه هست. و اینکه آره فکر نکنم یه توضیح خیلی
خیلی خاصی بخوام به این قضیه بدم و اینکه توی بیو کانالم که نگاه کردم میخوام بهتون بگم چقدر بچه بودم. تو بیو کانال که نگاه کردم، حالا عکس اینجا براتون میذارم، نوشته بودم امیدوارم که خوشتون بیاد. خب شاید بگید چه چیزش عجیبه؟ عجیبش اینه که من امیدو با و گذاشتم، یعنی امید نوشتم جایی که امید بنویسم و این نشون دهنده بچه بودن، جاهل بودن و خردسال بودن من در اون موقع نشون میدن. همین الانشم بچه‌ام، ولی حالا همین که هست. آره. خلاصه که از این ویدیو فکر نکنم خیلی باید لذت می‌بردید، چون برای چه توضیحات مختصری بود بعد از 1 سال که باید میدادم و اما امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید و خوش اومد. اگه خوش اومد حتما ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید، کامنت هم بذارید. اگه دوست دارید نذار چیکار کنم؟ نمیخوای بذاری میتونم مجبورت کنم که بذارید. نه چرا؟ چند تا روش برات مجبورتون کنم. خلاصه دوستون دارم خیلی زیاد. امیدوارم که هر جا هستید دل شاد و دل پاکش خیلی مهمه. به ادامه زندگی بفرمایید. مراقب خودتون باشید. بای بای. خول نباشید مثل من.